سلام و احترامات برای تمام هموطنان عزیزم. خدا کنه که همگیتان دارای صحت کامل باشین. روزهایی که ما شما حرکات شولدر، البته حرکات شانه را کار میکنیم، ما شما باید در اخیر باید فرم تمام فول بک را باید کار بکنیم به خاطر برجسته ساختن عضلات پشت سر، یعنی تخته پشت. این باید لازمی است که باید شما دوستا از این حرکات کار بکنین. تقریبا 5 سیت باید شما کار بکنین، 20 عدد، 15 عدد، 12 عدد، 10 عدد، 10 عدد. به می ترتیب شما کار میکنین. ببین دوستای عزیز، این میلر هم که شما میگیرین دور دست نگیرین، کمی نزدیک میگیرین و حرکت به شکل درستش انجام میدین. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. دوستای عزیز، به همین ترتیب شما این حرکت انجام میدین. من سیتی اولش برای شما انجام دادم 20 عدد، شما سیتی دومش 15 عدد، 12 عدد، 10 عدد، 10 عدد. به همین ترتیب شما باید کار بکنید. تشکر.